سلام دوستان، خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو میخوایم بدوارز بازی کنیم. الان تو سرور گیم آپیم، میریم یه 4 نفره. یلو پره خودش میگه چرا بلو شدیم این کار. خب دوستان، من تو بدوارز معمولی هم، در اون حد پرو نیستم، در حد اینم که کمی گاد بیریجی بزنم، ولی در این حد دیگه خودتون میدونید در چه حدی. یعنی خب هنوزم کامل یاد نگرفتم انگار. خیلی باید تمرین کنی تا همچین بیریجایی بزنی. در اصل خیلی سخته. یه جورایی باید زمان بندی کنی که چی جوری شیفت و نگه داری و همینطور بلاکو بذاری. خیلی سخته. بیریجه یا عمو برو اونور. خیلی خوب. مشتری میشته شد. اونا با اندستون دیفند دادن، ما که پیککس نداریم متاسفانه. حالا همه با اندستون دیفند بهم میدادیم. آقا بریم خودمون رو بکشیم. این چقدر پرو بود تو فایت دادم بابا. پرو علی برادر، خیلی پرو علی بودش. خیلی خوب، میریم یه پیککس و قیچی واسه خودمون میگیریم دیگه، هر بدیو بتونیم بزنیم. البته تبر به نظرم زیاد لازم نمیشه. خیلی کمن اونایی که با چوب بدشون رو دیفند بدن، ولی باز میدن. خب خود من بیشتر اگه بخوام به دیفند بدم، من خودم دیفندر بودم یه زمان. اون موقع که نوب بودم، تازه رفتم بودم بدوار، اون موقع دیفندر بودم. بدار رو قشنگ خوب دیفند میدادم. ببین تا لایه آخر قشنگ دیفند میدادم. لایه آخر به معنی خیلی خوب. بریم واسه رد علی خوشگل. امو ای تو چی داری؟ چی منو زد؟ از پشت زدن؟ ای آدم زرنگ از پشت زد. این بده ساعت. حالا باید بریم دوباره تا اونجا. کاری بود اصلا، من چرا دور خودم اون لحظه چرخیدم. ها چی جوری؟ من اون همه جون داشتم. چی جوری؟ این امکان نداره. به خدا برادر چیتر بود. من جونم پر بود، یه دونه جون داشت، من زدم. اگه امکان داره همچین چیزی اصلا نمیشه بابا. چیتر بود. اوه بابا اینا فایتشون خیلی خوبه. من بریج کشیدنم خیلی خوب. آقا یه دونه دو تا خریدم. وای دستم خوب. یه دونه رو میذاریم حتی شلون بر اوه. من تو این وضعیت بهترین کار اینه که سریع بریم بالا که نگو. اینطوری بشیم. وول تو رو خدا به او که میرسه.
چه حرکتی. من نمیرم. کردین اینجا آب رو قطع کنین شما رئیسی، ما با ته آب زنده بمونیم. الان بهترین کار اینه، نمیدونم چیه بهترین کار، فقط میدونم که الان خودم رو نجات دادم هر جوری که بود. اگه پشمام که خدا رو تموم نمیشه میتونم برم بالا. من یه دونم شانس عالی. کسی نیست. یس، کسی نیست. یس، شمشیر آیرونی از اینا. همه راه فول ست آیرونی. این حالا فکر میکنن الان ما اونجا داریم چیت میزن، فکر کرده آب و قطع کنه میبره. نه، از این خبرها نیست. ما نمیریم اصلا، ما نمیرترین آدمیم. تو سری سروایول هم که گذاشتم من به ما میگم فول آیرونر. بده گیرون راستی زدن شدم میرم بده اینا. برم من ردی انتقامی بگیرم. بشینه گریه کن. ای رد میرم بدت. رد بد روی رد یلو رو بزن. اینجا که خبر نداری چه دسته گلی داریم به آب میدی. خطا رفت. فشاری شو. نه خطری شد. نه این خوب نیست برای چون گذاشت. خب معلومه دیگه این دست رو وین نمیگیرم، معلومه میبازم. من کی توقع داره من وین بگیرم؟ خب یه توقع هم تموم شد. وین میخواستم بگیرم هم نمیتونم بگیرم. من بلی رو پیدا کردیم. نه باقدیم. نه چرا این کار رو با من کردن آقه؟ بابا من خواستم وین بگیرم مثلا. خب باید این دست رو نتونستیم بگیریم. دست بعدی بریم چند نفره. بریم 2 نفر. بنازم اینا میریم. حالا که اینطوریه اصلا گره بریم کی گره رو تب بفرم. وایتیه که خالیه. وایت رو پیدا کردم. سلام. دارم ویدیو میگیرم. نه ما دف نمیدیم. فشاری شو فشار چیه؟ فشاری شو.
بریم در اولین فرصت اونجا. چون گالگیریش یه لحظه فکرم نمیتونم بزنم. جو گرفته چرا حرفه‌ای هستم. من اصلا نمیافتم، اصلا هیچ وقت نمیافتم. خیلی حرفه‌ایم واقعا. حداقل بهتر از اونم. نمیدونم مثلا اون گالگیریش میزد یا بریج معمولی. یعنی بده بنده خدا رو به خدا نوشته من محافظت کنید، نه نوشته من رو ول کنید برید. به خدا هیچ وقت هیچ کردیم بنده خدا محافظت ویلیجر معمولی نت بد ایران عالیه. خب نمیشه گذاشت. جمع‌آوری امرالد واسه ابسیدیانی کردن. برو خدا بگو امرالد 4 تایی هست. یس امرالد 4 تاییه. یس اگه حساب کنیم و هر کدوم 2 تا بگیریم ابسیدیانی کردن کده 8 تا. 4 تاشو داریم، اون 2 تا جنریتور امرالد هم دوباره برداریم میشه 8 تا. اگه کسی بر نداشته باشه البته. وای آخری وای نیفتم. حواسم پرت نشه یه وقت تو بود بیفتم. به فنا بریم. الان بیس ما کجا بود احیانا؟ اونجا. برو خدا بگو درست اومدم. یس. برگردیم قرار فول بد برگردیم. فول بد هستم. فول بد. چه بلاکی میداشت. خیلی خوب. میریم اینجا. ابسیدیان. چه باید نمیگم. خیلی خوب. یکی دوتا عجب وای فشار چیه. ابسیدیان آخر داشتم میذاشتم. فشار خوردم زیادی. وای ابسیدیان آخر بود. اون رد مسخره خدا میدونه کجا اومد. فقط سلام دارم ویدیو میگیرم. ویدیو این از اون هست فکر کنم که جواب نمیده. از اون هست که مرض داره. من خیلی دیر دارم کارم رو شروع میکنم. برو تو میتونی باید بری بده وای تو بزنی. خودم میزنم تو نری بزنی. برو تو کارش بزن. چی فکر کردی من میزنم ضربه آخر رو. این بالا چیا داریم اینجا؟ خوبه واسه جایی که بدت نابود شده دنبالت جا مخفی. پینکی مثل من گادگیریجره. ای پینک فکر کرده خیلی زرنگی از اون گادگیریجر حرفه یا یه دفعه میبینیم.
خدا. پینک پشت. اوه آخه پینک ترسید. چرا باید خوردی آخه تا الان؟ پینک فشاری کو؟ پینک فشاری بیا اینجا ببینم با کار دارم من. نه یا با این زودی دیگه، با این زودی نیا. اوه یه دونه جون. چرا همه گاد ویلیجرن اینجا همه گاد ویلیجر افتادن این مچ. نه واقعا من HP نداشتم. نه اوه عجب دمیجی میدی امو. خب کلن از این مچ خارج میشیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی خداحافظ.